آدما بهش میگن برزخ. نه مرده، نه زنده، نه تکلیفت معلومه، نمیدونی چی به چیه. توی یه دنیا داری زندگی میکنی و توی دنیای دیگه داری میمیری. وقتی مردم از این دنیا میرن وارد یه خواب ابدی میشن، یه جور حالت خلسه. ولی اگه یه موقع به این دنیا بر نگردن، اون وقت میتونیم بگیم مردن. یکی از این برزخ‌ها یا دنیاهایی که توش معلوم نیست چه خبره، شخصی هست به نام بابک. اگه زود برنگرده میمیره، ولی بابک یه برنامه داره، یه برنامه حساب شده. داستان از وقتی شروع شد که ما فهمیدیم ناخودآگاه جمعی روی واقعیت جمعی تأثیر داره. برای بیشتر آدما ماجرا اینطوریه. یه روز بیدار میشی و میبینی که رویاهای زندگیت آروم طی سالها محو شدن. 10 سال میگذره، هیچی تغییر نمیکنه و اون خالی بودن حالا داره خودش رو نشون میده. بعد شروع میکنی به فکر کردن به اون موقعهایی که میتونستی یه بلیت بخری، هر بلیتی، و از این زندگی کسلبارت فرار کنی. فکر میکنی چی میشد اگه اون دختر یا پسر خوشگلی که سر ایستگاه اتوبوس دیدی بهش سلام میکردی؟ چی میشد اگه با عشق دوران دبیرستانت میتونستی از این شهر بری و دیگه بر نمیگشتی؟ چی میشد اگه جرأت داشتی به دانشگاه رویاییت توی اون کشوری که دوست داشتی اپلای کنی؟ آدما همیشه این اگه ها رو از خودشون میپرسن. همه این سوالا، همه این حسرت ها دارن شروع میکنن به آزار دادن واقعیت الانشون. کم کم این اشتیاق برای آینده های ممکنی که میتونه پیش بیاد توی این واقعیت حل میشه و تبدیل میشه به یک پدیده ماورایی. اینکه چی میتونستیم باشیم. آدمایی که بار حسرت روی شونه هاشونه شروع میکنن به دیدن خاطراتی از یه زندگی که هیچ وقت نداشتن. یه نسخه از چی میشد اگه این اتفاق میافتاد. اولش فقط خاطرات محو و گنگه، مکالمه هایی که هیچ وقت انجام ندادن، اتفاقایی که اصلا وجود نداشتن. بعد خاطرات از روزایی که توی جاهایی که هیچ وقت نرفتن گذروندن با آدمایی که هیچ وقت ندیدن و زندگی نکردن تبدیل میشه. بعضی ها ماجراجویایی رو به یاد میارن که فقط توی تخیلاتشون داشتن. اون کوه بلند رو بالاخره فتح کردم، با کشتی دور دنیا سفر کردم. بعضی ها یاد روابطی میفتن که هیچ وقت نداشتن. عاشق شدن، با کسی زندگی کردن که همیشه دوستش داشتی ولی دیر رسیدی. یه سری هم از خواب بیدار میشن و خاطرات بچه هایی که هیچ وقت نداشتن رو مرور میکنن. اینا همون زندگی هاین که همیشه میخواستی ولی نتونستی تجربه کنی. بعد از این مدت آدما میفهمن اگه توی یه لحظه خاص خیلی تمرکز کنن میتونن ذهنشون رو به یه واقعیت موازی بفرستن. جایی که دارن اون زندگی رو که هیچ وقت نداشتن حالا زندگی میکنن. ولی مشکل این سفرهای ذهنی اینه که اعتیادآور میشن. اون زندگی همیشه بهتر از زندگی واقعی الانت به نظر میرسه. اینطوری آدم شروع میکنه به وقت گذروندن بیشتر توی اون دنیاها و گیر میفته. یکی از اینا گفتیم بابکه. بابک همیشه از یه تصمیمی که توی 19 سالگی گرفته عذاب میکشه. اون موقع سر یه دوراهی بود. بره مدرسه و اقتصاد و تجارت بخونه و مدرک مالی بگیره یا بره مدرسه هنر یه هنرمند بشه. شاید بازیگر، شاید نقاش، شاید کارگردان. ولی هر انتخابش
قطعاً به یک زندگی کاملاً متفاوت ختم میشد. اینطور فکر میکنه. ولی چیزی که بابک نمیدونه اینه که اگه مدرسه تجارت و اقتصاد رو انتخاب میکرد، یه سرمایه‌گذار موفق میشد. زود بازنشسته میشد. یه خونه ساحلی میخرید. یه زندگی آرومی داشت. یا اگه هنر رو انتخاب میکرد، عشق زندگیشو توی دانشگاه پیدا میکرد و هم یه استودیو را مینداختن و مسیر تاریخ هنر رو تغییر میدادن. ولی توی این زندگی بابک یه زندگی نیم بند رو انتخاب کرده. نه به طور کامل خودش رو به هیچ کدوم از این دو مسیر متعهد نکرده. مدرسه اقتصاد رو شروع کرد ولی زود ول کرد تا بره دنبال هنر. نقاشی رو امتحان کرد ولی نتونست با ناامنی مالی کنار بیاد. بدون یه درآمد ثابت آخرش توی یه کار معمولی و یه دفتر ساده مشغول شد. نقاشی رو هم فقط آخر هفته ها ادامه داد و هیچ وقت از هیچ کدوم از بخش زندگیش راضی نبود. بابک مثل خیلی های دیگه تصمیم گرفت ذهنش رو به یه واقعیت موازی بفرسته. این بار توی ذهنش مدرسه هنر رو انتخاب میکنه. چند سال زندگی خوبی داره. همه چی هم داره. یه حرفه موفق. معروف شدن توی دنیای هنر. یه رابطه پرشور. با کسی که سفرهای زیادی با هم رفتن. حتی آثارشون رو توی نمایشگاه به بقیه نشون دادن. الهام بخش خیلیا بودن. بابک عمیقاً عاشق کارش بود. عاشق شریک زندگیش. بابک توی دنیای هنریش موفق شده بود. اما چون از مهارت‌های مالی که میتونست توی دنیای تجارت و اون مدرسه تجارتی که دوست داشت بره یاد بگیره محروم بود، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اشتباه گرفت. با اینکه از هنرش پول خوبی در می آورد، اما خیلی راحت بیشترش رو از دست داد. فشار خلق ایده‌های جدید و استرس ناشی از مدیریت بد امور مالی باعث شد بابک کم کم از پا بیفته. رابطش با همسرش که زمانی نقطه امن زندگیش بود آروم خراب شد. همون عشقی که به هنر باعث شد به هم نزدیک بشن حالا تبدیل شده بود به عامل اصلی تنش بینشون. اختلاف نظرهای خلاقانشون سالا بیشتر و بیشتر می شد. سر ضربه های قلممو حتی دعوا می کردن. سر سبک نقاشی بحث می کردن. حرفای ساده باعث بد شدن و در نهایت پایان رابطهشون شد، چرا که دیگه نتونستن اختلافاتشون رو حل کنن و جدا شدن. بابک نقاشی رو ادامه داد، اما دیگه شادی از کارش رفت. از همه چی ناامید شد و به واقعیت اصلی خودش برگشت. چند روز استراحت کرد و دوباره ذهنش رو به یه واقعیت موازی دیگه فرستاد. این بار اقتصاد رو برای مدرسه و درس انتخاب کرد و وارد دنیای بورس شد. اولش همه چی خوب بود. توی کار سریع پیشرفت کرد. پولدار شد. احترام به دست آورد. یه خونه بزرگ خرید و زودم بازنشسته شد و این بار سعی کرد توی بازنشستگیش نقاشی رو به عنوان حرفه جدید شروع کنه. اما بعد از 5 سال از بازنشستگیش که گذشت حس کرد گم شده. نقاشی‌هاش برای منتقدا هیچ جذابیتی نداشتن. توی این دنیای موازی که توی ذهنش ساخته بود دیگه عشق زندگیشو نتونست پیدا کنه. شکست خورد. دوباره برمیگرده به سرمایه گذاری. چیزی که فکر میکرد توش خوبه. اما بازار خیلی سریعتر از گذشته حرکت میکرد و حس ششم بابک دیگه مثل قبل تیز نبود. تصمیمای پر ریسک گرفت و یکی پس از دیگری شکست خورد. پسندازش کم شد. خونه ساحلیشو فروخت و اون زندگی آرومی که یه زمانی براش ارزشمند بود و از دست داد. با خودش گفت همه اینا به هیچ چی نمیارزید.
دوباره به واقعیت خودش برگشت. استراحت کرد و باز امتحان کرد. هر بار که ذهنش رو به یه واقعیت موازی میفرستاد، یه راه جدید برای جبران اشتباهاتش امتحان میکرد. یه شغل متفاوت، یه عشق دیگه، یه مسیر هنری دیگه. همه چی امتحان کرد. ولی هیچی عوض نشد. بابک امتحان کرد که پولدار باشه، ساده زیست باشه، سنگدل باشه، مهربون باشه. هزاران بار تلاش کرد که یه زندگی بی‌نقص بسازه. اما هیچ کدوم از اون زندگی ها، اون زندگی ایدئالی که دنبالش بود رو براش نیاورد. کم کم واقعیت اصلیش تبدیل شد به یک فضای موقت، یه مکان بی‌معنی. زندگی واقعی دیگه توی دنیاهای موازی بود. اما بدنش و سنش داشت پیر میشد، ضعیف میشد. سالها سفر به این واقعیت‌های موازی و بی‌توجهی به خودش بدنش از پا انداخت. هر سفر ذهنی که میرفت یه تکه از ذهنش رو جا میذاشت و مغزش دیگه نمیتونست تحمل کنه. مغز و بدن با هم کار میکنن تا تجربه‌های آگاهانه بسازن. ولی این فشار زیادی بود، بدنش داشت از کار میافتاد، ذهنش تکه تکه شده بود و خاطرات از تمام واقعیت‌ها قاطی شده بودن. دیگه نمیتونست تشخیص بده چی به چیه، اصلا چی واقعیه. تصمیم گرفت یه بار دیگه امتحان کنه قبل از اینکه بمیره. این بار میخواست زندگی رو همونطوری که هست قبول کنه، با تمام اشتباهات و سختیاش. ولی دیگه دیر شده بود. همین که ذهنش رو به یه دنیای دیگه فرستاد، بدنش از کار افتاد. دیگه نه چیزی بود که بهش برگرده، نه چیزی برای ادامه دادن. ذهن بابک حالا توی یک برزخ گیر کرده، بین واقعیت‌های تکه تکه، محکوم به یک ابدیت توی خلا. توی این برزخ تکه‌هایی از حسرت، اشتباهات و گناهانش رو میبینه. اما چیزایی رو هم میبینه که هیچ وقت یادش نمی اومدن. لحظه های شادی، زندگی و زنده بودن. گرمای خورشید روی صورتش توی یک بعد از ظهر که داشت از کنار پارک رد میشد، اما توجهی به صدای بچه هایی که بازی میکردن نکرده بود. به برگ هایی که داشتن توی باد تکون میخوردن نگاه نکرده بود. حالا بابک دلش برای سنگ فرش خیابونم تنگ شده بود. بوی کتابای قدیمی توی یه روز بارونی، نون تازه صبحگاهی، خنده های دوستاش سر یه شامی که داشتن میخوردن و با هم شوخی میکردن، صدای بارون روی شیشه، قهوه‌ای که توی یه کافه ناآشنا خورد. همه این لحظه ها توی زمان گم شدن، چرا که توی ذهنش همش توی دنیاهای موازی ساختگی سیر میکرد. در نهایت به یک حقیقت تلخ اما ساده رسید. زندگی بدون از دست دادن یعنی زندگی بدون عشق. هر کدوم از زندگی ها زندگی درستیه. هر مسیری مسیر درسته. هر چیزی میتونه یه چیز دیگه باشه و همونقدر معنا داشته باشه. زندگی بدون پشیمونی اصلا زندگی نیست. باید وقتی میتونست زندگی میکرد، اما دیگه خیلی دیر شده بود. مواظب باشیم برای ما دیر نشه. اینجا توهم آگاهیه. میفهمیم واقعیت ساخته ذهن ماست.